بسم الله الرحمن الرحیم. نماز استخاره. استخاره یعنی از الله طلب کاری خیر را کردن. هر وقت که بنده مسلمان قصد و اراده کاری را نماید، از الله متعال خیر آن را طلب نماید و برای روشن شدن طرفهای مثبت همان کار و در دلش روشن شدن عاقبت همان کار به درگاه الله منان دعا نماید. همین چشم دوزی و همین امید بنده به خیر کاری قصد نموده است و به همین طریق دعا نمودن او را استخاره می گویند. در سخنان پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در سنن امام ترمذی و سنن ابن ماجه این امر توصیه زیاد شده است. طرز گزاریدن نماز استخاره این است که اول انسان مؤمن خوب وضو میگیرد، طهارت میکند و 2 رکعت نماز نفل میخواند. آنگاه بعد از سلام دادن روی دل خود را به سوی پروردگار نموده، یعنی تمام هوش و یادش را به طرف پروردگار می کند و این دعا را بخواند: اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. وقتی که در همین جا آمد حاجتش را بیان میکند: خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فیه. و این کنت تعلم ان هذا الامر. در همینجا باز حاجتش را بیان میکند: شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنه وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به. معنایش چنین است: پروردگارا، من به علم تو از تو طلب خیر می کنم و به قدرت تو از تو طلب قدرت و توانایی می کنم و از تو احسان بزرگتر را می خواهم. البته تو توانایی و من ناتوان و تو میدانی و من نمیدانم و تو به یقین داننده غیب ها هستی. الها، اگر میدانی که این کار همون کاری که قصد میکند نامبر میکند برای من در دین و دنیایم و سرانجام کارم خیر و نیک است، پس قدرت انجام آن را برایم فراهم آور و آن را برایم آسان بگردان. سپس در آن کار برایم برکت بده و اگر میدانی که این کار برای من در دین و دنیایم و سرانجام کارم بد و ناگوار است، پس آن کار را از من و من را از آن کار بازگردان و خیر و نیکی را برایم در هر کجا و به هر صورتی که باشد فراهم آور. آنگاه مرا از دستیابی به آن امر آرام و خوشنود بگردان. صحابه جلیل جابر پسر عبدالله رضی الله عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم استخاره کردن در هر کار را به مانند سوره از سوره های قرآن
به ما می فرمودند. یعنی یک جوان پسر می خواهد یک دختری را به نکاح خود در آورد، به زنی بگیرد، طهارت کند و 2 رکعت نماز بخواند و از الله خیر همین نکاح را طلب کند. اگر برای آینده زندگی اش خوب بود، الله نکاح اینها را آسان می‌گرداند و اگر در نکاح اینها خیر و خوبی نبود، الله امید است که این را از آن نکاح دور می‌گرداند و از این بهترش را برای این جوان نصیب می‌گرداند. یا یک انسان می‌خواهد یک ماشین را بخرد و یا می‌خواهد همراه یک انسان همکاری کند در تجارت، یا انسان می‌خواهد یک خانه را بخرد. پیش از اینکه آن را بخرد و آن کار را انجام دهد، وضو گرفته، طهارت کرده، 2 رکعت نماز استخاره بخواند و از الله طلب این کار را، چنانه که در بالا ذکر کردیم، خیرش را طلب کند و به کار شروع کند و امید است که الله برای این بنده خیرش را می‌خواهد و از بدی این کارها اون بنده را دور می‌سازد. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.